بسم الله الرحمن الرحیم. رفیقا صدای ما رو دارین؟ بله دکتر صدای شما دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم صل علی محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین والمقربین و نبی الامی و علی آله و صحبه اجمعین. خدای متعال را ثنا و ستایش میگوییم که بازم ما را فرصت داد تا یک جلسه دیگر در حضور شما قرار بگیرم و از داشته های ناچیزی که ما دارم انشاءالله که شما را مستفید بسازیم و بتانیم که یک مسیری پربار در جامعه اکادمیک افغانستان انشاءالله که داشته باشیم و این مسیر ما قدم بزنیم، این نقش بزنیم. البته ما در اول باید این اقرار بکنم که در بخش تحقیق، در بخش نشر مقالات علمی ما خیلی اندک دانش دارم، خیلی اندک. ما خیلی مدت کم میشه شروع کردیم، حدودی شاید 8 ماه پیش ما شروع کرده باشیم کاره، ولی الحمدلله در طول 8 ماه خدای متعال لطف کرده و خیلی از دستاوردها ما داشتیم که حالا ما وقت نیست که برای شما دستاوردها را یک و یک ایجا نشان بدم، ولی در قالب همو چند سخن میخوایم بگوییم که ما در چندین کنفرانس مقاله نشر کردیم. الحمدلله لطف خدا بود در طول 8 ماه که روند کاری بود. خلاصه من خیلی دانش اندک دارم در این مورد در بخش تحقیق. خیلی از جای هستن در افغانستان، خارج از افغانستان. ما کسایی که خارج از افغانستان از کار نداریم، یعنی افغان نیستن، ولی خیلی از افغانای ما الحمدلله ما فعلا دکتر صاحب زاید عمرزاد دیدم یا یکی از سرمایه های ما هستن دیگه، یا خیلی مقالات خوب نشر میکنه، ما یک تعقیب میکنم ایشانا دیگه. خیلی عزیزایی را داریم که در افغانستان مقاله نشر میکنه، از ما که خیلی علمیت بالا دارن در بخش، و از ما که خیلی ما شاید حدودی 10 مقاله ما نشر شده باشه تا این دم در کنفرانس ها یا در ژورنال های مختلف. ولی خدای متعال اینمی لطفه در حق ما کرده که این ما به شما برسونم. یعنی دیگه عزیزام هست که از ما که خیلی میفهمه دیگه، انشالله که با این ویدیو با اپلود کردن از یوتیوب و دیگه عزیزا کسایی که در بخش تحقیق خیلی میفهمه از ما که بیشتر میفهمه، ما خود نو شروع کردیم خیلی اندک میفهم دیگه، و انگیزه بگیره بیا همین مسیر و از ما که عالی‌تر یعنی پربارتر با شما انتقال بده، اینمی دانش تحقیق و نشر مقالات. ولی چون فعلا هیچ کس دست به این کار نزدن، یعنی شروع نکردن، ما خواستم شروع بکنم و الحمدلله خدای متعال لطف کرد مرکز تحقیقاتی ماینده ما بنیان گذاشتم و تحت از او کار میکنیم. انشالله که خدای متعال یک رونق بسزایی را به ما ببخشه. میریم خیلی مستقیم سری از این که از کجا شروع بکنیم کار مقاله نویسی را، چون این جلسه درسی است، جلسه معلوماتی ما قبلا تیر شد دیگه. انشالله که ببینیم که چقدر ما انتقال داده میتونیم دانش به شما. سلاید دارین شما؟ بله شما هست. پیش از این من قبلا هم براتون گفتم من حیث یک محقق شما باید چند چیز داشته باشین که یکیش ایمیل آدرس هست که ایمیل آدرس کلتون آشنایی دارین که من اینجا جزئیاتش نمیگم دیگه. یک صفحه لینکدین باید داشته باشین که به خاطر پیدا کردن دیگه محققا، کسایی که مثلا تحقیق میکنن و فرصتای تحقیق، شما باید یک اکانت لینکدین داشته باشین. من اگه یک گریز بذارم اینجا، من لینکدین باز بکنم، خدا کنه که ساینین بوده باشم. من ساینین نبودیم از اینجا اگه ما وارشم یمو پروفایل لینکدین هست. میبینید به این شکل این صفحه لینکدین ما است. من خیلی خوش میشم که امروز شما هم کانکت شوم در این سوشال میدیا
در این قسمت نام و بالاخره امو پابلیکیشن هایتان و بالاخره یکم مواردی که کار میکنین یک جایی و به چی علاقه دارین یا را میتونین یعنی ایجا درج بکنین. پایینتر لیستی مثلا about که در مورد خودتان یک چند کلمه می نویسین. پایینتر مثلا این پوست هایی که شما انجام دادین یا را یعنی موفقیت هایتان پوست میکنین. خلاصه این رقم یک صفحه در این پایین مثلا اکسپریانس تان میگین که چی تجربه دارین، تجربه ایژوکیشن تان میگین که در کجا درس میخونین، اسکیل هایتان میگین. خلاصه یک سی وی هست براتون، یک سی وی هست. خدا کنه که ما این صفحه را درست به شما نمایش داده باشم. یعنی صفحه لینکدین حتما باید داشته باشین به خاطری که کانکشن های تحقیقی پیدا بکنین. دیگه یک اکانت گوگل اسکالر است. من قبلا هم براتون نشان داده بودم اکانت گوگل اسکالر را بازم، چون عزیزایی که در ویدیو نبودن، در جلسه نبودن، ویدیو را تماشا نکردن در یوتیوب، میشه که حالا براشون باز یک نشان بده. میشه که گوگل اسکالر به این شکل، گوگل اسکالر که بنویسین در گوگل براتون میکشه. شما از این طریق ببینید مای پروفایل در قسمت مین به این شکل یک اکانت گوگل اسکالر میکشین. verified email at balkh.education.af. ببینید اینجا ما میخوایم یک موضوع رو برای شما بگویم که تمام کارتان اینجا خودتان پیش میبرین، ولی در قسمت وریفیکیشن شما باید ایمیل دانشگاه را وارد بکنین. مثلا از ما ایمیل دانشگاه ما balkh.education.af هست دیگه. این ایمیل وارد بکنین، باز ایمیل دانشگاه دمی براتون ایمیل میره، باز شما میشه که دانشگاه رو در جریان بگذارین که امروی ما امی تایید بکنیم پروسه را. من خیلی به مشکل تایید کردم و میگفتن که ما محصول تایید نمیکنیم. خلاصه در افغانستان جنجالا را داریم. خلاصه به این شکل وریفای میشین. این باز بعداً که هر مقاله تان نشر میشه در این قسمت باز ضمیمه میشه. گوگل اسکالر اکانت گوگل اسکالر می داشته باشین، اکانت ریسرچ گیت می داشته باشین که فعلا یکم محدودیت هم است در ریسرچ گیت. ریسرچ گیت باید ایمیل دانشگاهی داشته باشین. یکی دکتر صاحبا یا عزیزایی که انجینیر صاحبا میگه چند نفر جوین شدن، رفیقا کسایی که مسلم و شما افرادی عادی است، مثلا به این شکل یک ایمیل داره @gmail.com، ولی ایمیل دانشگاهی به این شکل می باشه. میبینین balkh.education.af این رقم یک ایمیل. به خاطر جور کردن ریسرچ گیت باید شما ایمیل دانشگاهی داشته باشین. با ایمیل های ساده نمیشه که متاسفانه من چند بار درخواستم کردم به دانشگاه و جواب رد دادن که فقط به استادا میاره. دیگه من فعلا در جنجال هستم امروزشون. ولی این سه اکانت دیگه را ایمیل و لینکدین و گوگل اسکالر را شما داشته میتونین. دیگه یک ORCID میتونین شما داشته باشین. ORCID را از من باز نمیکنم. من نمیفهم که چی مشکل پیدا کرده. در گوشی باز میکنه در تلفن، ولیکن در اینجا ORCID در اینجا به من ایرور نشان میده. به این شکل ORCID سرچ میکنین، اینی اکانت است. خدا کنه نه فعلا هم جور نشده دیگه. ORCID خلاصه شما میتونین جور بکنید. از ما مکبوکم کدام مشکل پیدا کردم. این یک نمبر شناسایی یعنی کسایی که تحقیق میکنه یا نشر مقاله میکنه یک نمبر شناسایی برشون میده. ما نمبر شناسایی ما در این قسمت نشسته. شما این را که سرچ بکنید در گوگل اما اکانت ما را میکشه. ORCID حتما این را باید داشته باشین. این خیلی راحت از جور کردنش، چون ضمیمه میشه. در این مقاله‌تون که شما نشر میکنین با ORCID تون ضمیمه میشه. در قسمت دیگه وب آف ساینس ریسرچر آیدی داریم که این آیدی ما میباشه. شما میتونین که وب آف ساینس ریسرچر آیدی سرچ بکنین، براتون میکشه و یک اکانت جور کنین. چون این کم کم یعنی خیلی کم تشریح داده رسیم، از اون خاطر که ما این در یک جلسه دیگه در یوتیوب هم آپلود کردیم. یا کلش مشرحاً به فکرم شرح دادیم دیگه. اسکوپ و ساتور آیدی می داشته باشین و تمام. اینی آیدی هایی است که شما باید به خاطر که تحقیق میکنین شما داشته باشین همراهتون. دیگه یک گپ خیلی مهم میگیم، یعنی دانستنی از این که از کجا یعنی ایژوکیشن لیتریچر ها را پیدا بکنیم یا از کجا دانلود بکنیم مقالات علمی را.
مقالاتی که در فیلد ما سیر از کجا پیدا بکنیم دانلود بکنیم. این یک معلومات خیلی اسنشیال یا ضروری به خاطر یک با یک محقق یا ریسرچر می باشه. این خیلی مهم است که امروز سر این بحث میکنیم. پیش از اینکه ما برم برای شما بگویم که از کجا ما مقالات پیدا بکنیم، چند دیتابیس هست، دیتابیس های تیپی کدام هست و چگونه دانلود میشه، چگونه مثلا ما یک دانه مقاله رو دانلود کرده میتونیم، چگونه ما یعنی یک مجموعی از مقالات دانلود کرده میتونیم. ما میخوایم که یک مورد دیگر رو به شما اینجا شرح بدم که او اینی مقاله است. ببینید ما این مقاله رو قبلا دانلود کردیم. این رو میبینیم که در قسمت بالا نوشته است که 17 صفحه است این مقاله شما که وقتی مقاله را باز میکنین به این شکل یک ورق سر میخورین. ما بار اول که مقاله را باز کردم من نمیفهمیدم که این قسمت چی، هم میفهمیدم این عنوان است، نمیفهمیدم که یا چی است در این پایین. هر کدامش یه سعی کنین یک دانه نمبر داره، یک ای ستارگک پولیش داره، ای آیدی در پولیش نشسته است. باز دیگه نفر آمده باز دو خورده شما را پس اگر باز ما فکر کردم اگر این نفر اول باشه نفر دوم باشه خب باز نفر سوم باید می باز یک نمبر یک خورده بازی آیدی آمده. خلاصا من خیلی باز من نمیفهمیدم که یا چی است، فقط میفهمم نام پانتونا بعضی کشورها نشته از اینجا. خلاصا من خواستم ایره براتون شرح بدم که شما مسلمان ولی سرگردان نشین. گفتم چیزایی را که من نمیفهمیدم امور ما براتون ان شاء الله که یاد میتم. ببین اسکرین شیر است. بله اسکرین شما دارم. دکتر صاحبای گرامی، انجینیر صاحبای گرامی، ما بسیار معذرت میخوایم. ما نمیفهمم که چرا یک بار اینترنت قطع شد. از همین قسمت میایم خیلی تشریح میتیم. ببینید وقتی گفتیم که پیش از اینکه بریم در دیتابیس ها مقالات دانلود بکنیم یک مسیج آمد. خب خیر. پیش از اینکه مقالات دانلود بکنیم بیایم ما ببینیم ماهیت یک مقاله را ببینیم که چگونه میباشه، چی چیزایی نوشته در هیدینگ این مقاله چی نوشته و در کجا عنوان مقاله نوشته، نویسنده های مقاله در کجا نوشته است، یک و ستاره چی معنا میده، در اینجا آیدی چی معنا میده و در این قسمت سیستماتیک ریویو چی معنا میده، آکسفورد چی معنا میده. تمام از این را کاور بکنیم دوستای گرامی. ببینید در این قسمت یک نام نوشته است، نام یک ژورنال Annals of Behavioral Medicine. این نام ژورنالی است که این مقاله را به ما نشر کرده. نام ژورنال است. هر مثلا ژورنال‌های مختلف میباشه. شما نظر به عنوان مقاله‌تان باز یک ژورنال مناسب پیدا میکنید و در اونجا مقاله‌تان نشر میکنید. 2025 سال نشریه است. یعنی در کدام سال نشر شده؟ در سال 2025. در این قسمت 59 نام جلد است. یعنی جلد این مقاله در کدام جلد این ژورنال نشر شده. ببینید وقتی که ژورنال تازه تأسیس بود اولین جلد از این کدام بود؟ شماره چند بود؟ ما میخوایم یک کمی شما فعال سهم بگیرید. مثلا اولین جلد از این شماره چند بوده باشه؟ Annals of Medicine and Behavioral Medicine اولین جلدش شماره 1 بوده دیگه. یعنی در یک جلد چندین دانه مقاله را یا درج میکنن، شاید 10 تا مقاله یا 15 تا مقاله، او را من نمیفهمم، معلومات ندارم. شما باز خودتان میتونین که پیدا بکنید. ولی اینی مقاله در جلد 59 این ژورنال نشر شده و اینی کاف 043 یعنی چی؟ کاف 043 یعنی ای که این مقاله در صفحه کاف 043 که یک صفحه را به شکل یک رمزگونه گفته در این قسمت نشر شده. در این صفحه در این جلد در سال 2025 در ژورنال Annals of Behavioral Medicine. این چه خوبیت داره به ما؟ اگر من اینمی ژورنال را باز بکنم در قسمت سال 2000 مقالاتی که در سال 2025 از این نشر شده او قسمت برم و در قسمت جلد 59 از او برم و در صفحه که اینجا به شکل مخفف داده در این صفحه برم اینمی مقاله را باید دقیقاً پیدا بکنم. درست است؟ از او خاطر به این شکل با ما شما یک سال نشر جلد و شماره صفحه میده و شماره صفحه را بعضی ژورنال ها به شکل عدد میده، بعضی ها به شکل ای رقم حروف هم میده، مشکل نداره. ببینید در این قسمت یک چیز دیگه است، مثل یک بارکد وری است. این به ما چی را نشان میده؟ این یعنی که ما اگر مثال ساده تر اول برای شما بگیم، شما یک تذکره دارین، در تذکره نامتان نوشته است. ببین این نامتان است، در تذکره نامتان نوشته است، ولی در بالای تذکره یک کد تذکره دارین شما، یعنی نمبر تذکره دارین. پس در حقیقت یکی از نام اینمی مقاله است
و در قسمت بالا نمبر شناسایی مقاله است که به نام DOI یاد میشه. DOI ما در قسمت به فکرم آوردیم دیجیتال Object Identifier به این شکل، یعنی خلاصی از این ابریویشن از این DOI میشه. صحیح است؟ اسکرین خو شیر است، صدای مرا دارین؟ درست است. تشکر. ما مجبور هر 5 دقیقه پرسان بکنیم که باز همین مشکل ایجاد نشه. اینا رو ببینید این چی مفاد داره دکتر سایبا. ببینید وقتی که ما عنوان اگر تنها کپی بکنم، عنوان کپی بکنمش، کپی و بیایم در این قسمت در گوگل جستجویش بکنم، عنوان جستجو بکنم، ببینید همین مقاله رو به من میاره. این از طریق عنوان آوردم، کپی کردم، در گوگل جستجو کردم، همین مقاله رو به من آورد. این از طریق عنوان. ولی اگر ما بیایم همین قسمت و نمبر آیدی از این کپی بکنم، اگر سرش کلیک هم بکنین شما را اتومات میبره. ببینین مستقیم به مو ژورنال برد Annals of Behavioral Medicine. صحیح است؟ در این قسمت اینا امو عنوان که شما میبینین، امو عنوان یعنی این اولین نویسندیش به مو شکل. صحیح است؟ یعنی چی شما نمبری از این سرچ بکنین، نمبر سریال نمبرش یا DOI شه، چی شما عنوانش سرچ بکنین، اردویش شما پیدا کردن میتونین. این مقاله رو پیدا کردن میتونین. در این قسمت پوینت چی نشته است؟ Advanced Access Publication 2027 جون 27 جون 2025. یعنی چی؟ یعنی که این مقاله در 27 جون 2025 نشر شده. پس این چی معنا میده Advanced Access Publication؟ یعنی که این مقاله پیش از اینکه در ژورنال به شکل رسمی نشر شود در اینترنت قبلا نشر شده به یک شکلی. ولی این مهم نیست، این در همه مقالات موجود نمی باشه. فقط شما ما قبول فهمید که در 27 جون 2025 این مقاله نشر شده. در این قسمت پایین یک چیزی به نام سیستماتیک ریویو داریم. سیستماتیک ریویو چی معنا میده؟ ببینید انواع مقاله را ما در جلسات بعدی امرایتان شریک می‌سازم که ما چندین نوع مقاله داریم. بعضی نوع مقالات پرایمری داریم ما که اوریجینال آرتیکل ها مربوطی از اون میشن. بعضی انواع مقالات سکندری داریم که سیستماتیک ریویو مربوطی از اون میشن. اینا ما در جلسه‌ای که در یوتیوب آپلود کردیم در اونجا ما شرح دادیم، در جلسات آینده هم شرح میدیم، فعلا جایش نیست. فقط هم قبول فهمین که نوع مقاله را در این قسمت براتون نشته میکنم. مثلا اینمی اگر ما دکتر صاحبو هم برات از پیشتون پرسان کنیم که این مقاله که شامل 17 صفحه در این قسمت ببینید 17 صفحه که ما در صفحه اولش هستیم، اینمی مقاله 17 صفحه‌ای این مقاله کدام نوع مقاله است؟ شما با ما سریعا پاسخ داده میتونید که چی است؟ یک سیستماتیک ریویو است. چرا اون قسمت نشته است؟ و در این قسمت عنوان هم براتون نشته میکنم، مثلا عنوان دیجیتال versus non digital behavioral intervention on cardiovascular risk reduction. صحیح؟ این عنوان مقاله است. در این قسمت هم در اون قسمت براتون نشته میکنه، هم در این قسمت براتون نشته میکنه که چی است؟ سیستماتیک ریویو و میتا آنالیز، یک نوع مقاله ریویوی نظاممند که ما در فارسی اگر ترجمه بکنیم سیستماتیک ریویو نظاممند. یکی ریویو نظاممند یعنی ریویوی ساختارمند چی معنا میده باز بحث میکنیم. فقط اما قدر بفهمید که نوع مقاله را در پولی عنوان همیشه شما نشته میکنید و در این قسمت هم خود ژورنال براتون نشته میکنه. پس این قسمت کلش کاور شد، یعنی شما کلی از این فهمیدین که چی معنا میده. چون من اولین پیره که آمدم مقاله را دیدم، یک مقاله را دانلود کردم، ما بیخی به ما این زبان جنیات معلوم میشد این چی معنا میده، یعنی این مثلا این ستاره چی معنا میده، آیدی چی معنا میده، یک چی معنا میده. قبلا هم براتون گفتم ببینید من تو تصور کردم این شاید ناشر اول باشه، نویسنده اول باشه، نامش یک زده، این نویسنده دوم نامش دوم زده. من گفتم خیلی سرش پیدا کردم. باز این قسمت میبینی که باز یک تکرار شده، در اینجا گیج شدم، باز یک تکرار شده، باز گیج شدم. پس اینا رو بهم کم کم میرم میخوانیم. در این قسمت یک چیز دیگر شما دیدیم که آکسفورد یک چیزی به نام آکسفورد نشته است. این چی است؟ این ناشر است. ببینید یکی ژورنال می باشه، یکی ناشری همون ژورنال می باشه. این آکسفورد شاید همون پانتونی آکسفورد باشه که این ژورنال نشر میکنه. این ناشر این ژورنال چی است؟ پانتونی آکسفورد است. تا این قسمت هیدینگ مقاله رو شما کلا بررسی کردیم. هیدینگ مقاله بررسی شد. در جریان وبینار میشه که شما یکم ریاکشن ها بزنید، ریاکشن لایک که ما بفهمم که قطع نیستیم. ما تلفن من وصل است، در پولی موندگی است. درست است. تشکر.
ببینید هیدینگ مقاله را مکمل شما خواندین. چرا مهم است دکتر صاحب؟ شما شاید بگین که وقتتان ضایع کرده رسیم، یعنی چی باشه؟ شاید اکثریتتان بفهمید، منو میفهمید دیگه. دوستا کی جای نستک ما دیدن نمیتونم. یک دکتر صاحب زاید میفهم که یا بزرگی کردن در وبینار جوین شدن، وگرنه استاد مستن خیلی از ما بهتر میفهمه گپارا و دیگه رو نمیفهم که گپارا میفهمید. یعنی Annals of Behavioral Medicine مثلا 2025-59 کف یار کلش که فهمیدیم. چرا؟ به خاطر دیتا اکسترکشن. در جلسات بعدی ما شما دیتا اکسترکشن کار میکنیم. مثلا در دیتا اکسترکشن شاید انگلیسی که بلد باشین، دیتا اکسترکت یعنی معلومات، یعنی اطلاعات اکسترکت یا خارج میکنیم یک مقاله. در اون قسمت چندین باکس دارین شما. در اکسل، در اکسل چندین دانه باکس دارین. مثلا در یک جای نوشته است که اینی مقاله رو براتون روان میکنه تیمی کاریتان، میگه دکتر صاحب ابراهیمی خودت معلومات از زیر اکسترکت بکن، دیتا از زیر به من اکسترکت بکن. در اوج یک باکس هست که نیم آف ژورنال. شما باید بفهمید نام ژورنال در کجا پیدا کرده میتونیم. شما باید بفهمید در هیدینگ نام ژورنال است. مثلا year of publication در کدام سال نشر شده، این قسمت در این سال است. مثلا بارکدش هم میگه یا دی آی کدش هم میگه بگو کپی بکو یا اکسترکت بکو. ایره کپی میکنه میبرین در اون باکس میندازین. سال مثلا ماه نشر یا سال نشر شده این قسمت. نوی مقاله را میگه بگین که کدام است، دیتایش اکسترکت کن در اون باکس. میگیم سیستماتیک ریویو است. صحیح است. عنوانش کدام است؟ عنوانش از اینجا کپی میکنین. اولین نویسندهش چی نام داره؟ به این شکل از اینجا کپی میکنین، در دیتا اکسترکشن میندازین. ناشرش کی است؟ آکسفورد. یعنی یک دیتای زیادی از این مقاله رو شما استخراج کرده میتونین بعد از اینکه یارو فهمیدین. اینا کی رو فهمیدین دکتر صاحبای گرامی؟ به هر مقاله که شما برین فقط اینمی چیزا رو میبینین، هیچ چیز اضافی نیست. این قسمت کاور شد. بریم خیلی پایین کاور بکنیم. اول ما میخوایم به عنوان براتون بگیم که چی معنا میته. دکتر صاحبا از ما که بهتر میفهمه که چی معنا میته. با کسایی که یعنی نخوندن بیام من براشون بخونم خیلی معنا بکنم. Digital versus non-digital behavioral interventions on cardiovascular risk reduction, a systematic review and meta-analysis. چی معنا میده؟ ببینید دکتر صاحبای گرامی، ما امراض کاردیوواسکولار داریم، کاردیوواسکولار دیزیز. بعضی از اختراعات آمدن دانشمندای علم طب جور کردن، مثلا بعضی مداخلات کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینی کاردیوواسکولار دیزیز ما حداقل اگر جلوگیری کردن میتونیم، مثلا امریس فاکتورایش کمی مثلا پایینتر بیاریم. مثلا مواردی که با ما مواردی کاردیوواسکولار دیزیز به وجود میاره او رو کنترل بکنیم. توسط چی؟ توسط دانشمندان میکوشن دیگه، هر چیز اختراع میکنن توسط بعضی از لوازم دیجیتالی و توسط بعضی از لوازم نان دیجیتالی. اردوی از این بررسی بکنیم که کدامی از این تأثیری موثرتر یعنی بیشتر در جلوگیری از امراض قلبی داره، لوازم دیجیتالی یا لوازم نان دیجیتالی. لوازم دیجیتالیش هم براتون کاور بکنم. مثلا امی اپل واچ ها هست. اپل واچ هایی که ما دست ما بند میکنیم، نبض ما رو میبینه، فشار خون ما رو میبینه. البته او اپل واچ های اصلی رو اپل واچ هایی که در افغانستان 1500 سودا میشه او قدر مطمئنی نیست. اپل واچ هایی که مثلا اصل می باشه، او اپل واچ ها تمام یارو کنترل میکنه. مثلا روزانه چند هزار قدم خودت زده. من هست یک کسی که کاردیوواسکولار دیزیز داره، تو باید از چند هزار قدم بالا نزنی، کلش رو ثبت میکنه برات. اینمی دیجیتال تولز ها یا دیجیتال اینترونشن ها یعنی مداخلات دیجیتالی چقدر در جلوگیری از امراض قلبی نقش داره و آیا نقش دیجیتال تولز خیلی بالاست یا نان دیجیتال تولز؟ کدامش نقشش بالاست که از ما از کدامش استفاده بکنیم؟ ببینید این عنوان شده است. عنوان همیشه تمام یک اوورویو کلی از مقاله براتون میده و در این قسمت هم گفتم سیستماتیک ریویو و میتا آنالیز، یعنی که این نوع مقاله نوعی سیستماتیک ریویو و میتا آنالیز است که سکندری استادی میشه، بازی را پسان کاور میکنیم. تا این قسمت واضح شد. میشه که یک ریاکشن لایک بزنید که با ما هستین. درست است. تشکر. ببینید خیلی اینجا میم این یک موضوع خیلی جالب که من خیلی سرگردان شده بودم یعنی قبلا. شاید شما اینجا اولین بار سر خورده باشین که یک از ستاره است، باز دو است، باز چرا سه آمده، باز یک آمده. ببینید این چی معنا میده. این اولین نویسنده است، نامش از فنتاو تادیسی برهی. شاید همین تلفظ شاید من اشتباه کنم تلفظش، ولی مهم نیست. فقط ما براتون کاور میکنم که این اولین نویسنده است.
اولین نویسنده نامش در اول میاد. پس این یک چی معنا میده؟ ببینین اینجا هم یک نشته است و در این قسمت هم یک نشته است و یک تکست نشته است. ببینین یعنی اینمی آدم افیلیشنش یا امو جایگاه اکادمیکش یا محلی وظیفهش یا در اون پانتونی که هست یا در اون شفاخانه‌ای که کار میکنه یا بالاخره مرجع اکادمیک همین نفر اینی جای است. از کجا فهمیدیم؟ چون نامش از و در پالوی نامش یک نشته کرده. یعنی محل اکادمیک اینی نفر کجاست؟ اینی قسمت است. صحیح است؟ محل اکادمیک اینی نفر در کجاست؟ دو زده. شما راحت فهمیدین محل اکادمیک از این نمبر 2 است. اینی قسمت است. مثلا اگر بجای اینمی فرست آتور ما باشم، عبدالرحیم سروش باشم و در این قسمت یک باشه، در اینجا چی نشته میشه؟ در اینجا نشته میشه فاکولتی آف مدیسین بلخ یونیورسیتی مزاری شریف افغانستان. صحیح است؟ به این شکل نشته میشه. یعنی محل اکادمیک من در کجاست؟ من در کجا تعلق دارم؟ با پانتونی بلخ. صحیح است؟ ببینین از این اینجا نشته است. اینی اسکول آف مدیسین است و در اینی پانتون است گریفیت یونیورسیتی. اینی از این بابت به فکر نام منطقه است. گولد کاست ما خود استرالیا هم نرفتیم، من نمیفهم در جغرافیا و معلومات هم ندارم که جغرافی از این مثلا گولد کاست کدام شهرش است، مثلا کوینزلند، مثلا اینجا مزار شریف باشه، اینجا بلخ باشه، اینجا افغانستان باشه، همون رقم یک گپ ما نمیته. گولد کاست، کوینزلند و استرالیا. صحیح است؟ پس اینی ستاره چی معنا میده؟ ستاره من همینجا براتون کاور بکنم. ببینید در این دیگه در هیچ کدامش ستاره ندارین، کلش عدد است، فقط هم یک دانه ای ستاره داره. صحیح است؟ بیایم در این پایین این قسمت ستاره را پیدا کردین. کورسپاندینگ آتور کی است؟ این در قسمت ستاره داره. صحیح است؟ یعنی این نفر نویسنده است که اگر شما کدام سوال در مورد این مقاله دارین، کدام دیتای از این مقاله را کار دارین، یا مثلا میخواین امروی کسایی که این مقاله را نوشته کرده یا در این مقاله سهم گرفته در نشرش امروی از یا ارتباط برقرار بکنین، شما فقط امروی اینی آدم ارتباط برقرار کرده میتونین. چرا؟ چون این کورسپاندینگ آتور است. یعنی آتوری است، نویسنده است که با ما کورسپاند میته. اگر ما ایمیل بزنیم براش اینجا ایمیلش هم میمونه. فقط یک نفره در تمام مقاله، فقط یک نفر کورسپاندینگ آتور میشه. در بعض جا کورسپاندینگ آتور دو نفرم میباشه، چون یکم ژورنالا که ما مقاله آپلود کردیم با ما گفته که دیگه کورسپاندینگ آتور هم باشه همراه خودت یا نه. خلاصه معمولا یک نفر حتما میباشه، یعنی جوابگو میباشه. هر آن نوع مشکلی که شما در این مقاله پیدا میکنید، هر آن نوع گفتنی که پیدا میکنید، فقط به این نفر گزارش میکنید، به این کورسپاندینگ آتور. حالا میتونه که این نفر کورسپاندینگ آتور باشه، میتونه دیگهش باشه، میتونه دیگهش باشه، ولی هر کدامش که بود با ستاره را در بالای نام عمو در پالوی عدد میاره درج میکنه. یعنی چی؟ کورسپاندینگ آتور. یعنی آتوری که و همچنان این کورسپاندینگ آتور یک کاری دیگه هم میکنه. این مقاله را میگیره در انالز آف بیهیویرال مدیسین روان میکنه و اگر کدام ریویو داشته باشه، یعنی ریوایس ریویو داشته باشه که این قسمت مقاله تا جور کو اثر روان کو، اینی جدول به ما روان نکردی اثر روان کو، این قسمت مقاله تا تکستش کم کو زیاد کو، کلمه را دیگه کم کرده، کلمه را دیگه زیاد بکو. یعنی تماما با ژورنال در گفتگو کلا امی آدم می باشه، یعنی کورسپاندینگ آتور. ان شاء الله که این موضوع را کاور کرده باشیم. این موضوع کاور شد. درست است. ببینین نفر اینی آیدی چی معنا میده؟ او من پیشتر براتون گفتم که باید شما ORC آیدی داشته باشین. ORC آیدی در این قسمت که ما یک کمی دیگه هم زوم بکنم، در این قسمت که ما بیارم کرسر ما، ببینین اینجا یک متن نشته میشه، خیلی کوچک است، اسلاید شاید به شما نشون نده. orcid.org را به ما میکشه، یعنی اینمی آیدی ORC هست. صحیح است؟ این حالی که شما مثلا دمیجا خانم ابراهیم، مثلا اگر شما دکتر ابراهیمی، اگر شما در این قسمت نام شما باشه، در این قسمت آیدی ORC آیدی شما میاد. یعنی بالا از اینکه کلیک بکنید، چون حالی به من باز نمیکنه کدام مشکل پیدا کرده این مکبوک ما باز نمیکنه، مستقیم تمام مثل همون صفحه لینکدین واری، صفحه لینکدین خود دیدین تمام مشخصات اون در اینجا می باشه، از کجا هستین، در کدام پانتون تعلق دارین، چند تا مقاله نشر کردین، تمامش نمی ORC آیدی تا می باشه یا اورکید که میگن. از اون خاطر ما گفتم بسازین، وقتی که شما مقاله‌تون نشر میکنین بازیجا وصلش بکنین. مثلا 100 تا مقاله دارین، اگر ما اینمی آدم هر چقدر مقاله داشته باشه دمی که کلیک بکنم تمام مقالات نشر شدهش دمی آیدیش موجود میباشه، تمام مقالات نشر شده شما پیدا کردن میتونین. از اون خاطر مهم است ORC آیدی.
مثلا بعضیاش نداره، شاید جور نکرده باشه، شاید دیگه وصل نکرده، مشکل نداره. خب نفر دوم این اولین نویسنده است. نفر دوم این آدم می باشه. یعنی در قسمت افیلی اینی دو کی است، این نفر اول و دوم و ما نشان نمیده. مثلا این نفر اول است، اینی نفر دوم است. صحیح است که در وجود دو زده، یعنی اینی مرجع اکادمیکش است. صحیح است. اینی را ببینید خیلی نفر سوم شو اگر نظر به اعداد شما پیش برین. نه خیر این را باز یک زده، یعنی این نفر سوم است ولی دانشگاهش مثل عمو دانشگاهی است که اینی نفر در وجود درس میخونه. صحیح است. ببین دانشگاه نفر اول و نفر سوم یک جای است، نفر چهارم هم دانشگاه یک جای است. مثلا ما از پانتونی بلخ یا از پانتونی طبی کابل بخیر، من متارضو دارم بخیر که همین بچه‌ها همین مقاله رو نشر بکنه که 10 نفر 15 نفر 13 نفر دم یک مقاله کلش از پانتونی طبی کابل باشه، کلش از پانتونی بلخ باشه، کلش از پانتونی ایراد باشه، کلش از پانتونای افغانستان باشه. حداقل در هر ژورنال مقالاتی که نشر میشه ما افغانا را داشته باشیم که الحمدلله این کم کم پر رنگ شده رئیس. کم کم ما می خاطر کار شروع کردیم، زحمتی تکلیفی نمی مسیر تدریس از می خاطر ما میکشیم که در هر مقاله‌ای که در دنیا نشر میشه باید یک نفر افغان حداقل خوب باشه، نام یک پنتونی افغانستان خوب باشه. خود چرا ما افضل طب میخوانیم، ما هم افضل طب میخوانیم، ما از کتاب پنتون بیرون نمیشیم و برای که از کتابای پنتونشان بیرون میشن خیلی مقاله نشر میکنن، خوب تخصصا را میرن مچ میشن دیگه، این امتحانای برد هم میتن، ولی ما شما آنقدر محافظه‌کار هستیم که از لای کتابای پنتون بیرون نمیشیم. در درس پنتون هم مهمه، ولی در کنارش این هم یک تحقیق هم یک چیزی هست که یعنی در جریان زندگی اکادمیک ما به این نیازمند هستیم. باید یک نفری که یک جای دانشگاه خوانده یا من حیث دکتر کار میکنه باید در کنارش ریسرچ پیپرام داشته باشه، جزئی زندگی تحصیلی و اکادمیکش است که این من در جلسه اول کاور کرده بودم براتون، زیاد نمیپیچیم. پس حال شما فهمیدین مثلا این نفر اول، دوم، سوم، چهارم، این نفر پنجم، نفر ششم. میبینید نفر ششم ولی اینجا 4 نشده. یعنی چی؟ یعنی که ما اگر میره از پیش شما پرسان بکنم، ما رندوملی یک کسی را انتخاب بکنم، دکتر صاحب بکتاش فردی نه، من نمیفهم که شما طب میخوان یا نه، دکتر بکتاش فردین شما میشه که مایکتون آن بکنیم و به ما بگوین که اینی نفر که نفر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، اینی ششم نفر میشه. ششم نفر در بالایش عدد 4 است. یعنی چی؟ صدای مرا دارین؟ دکتر سید ابراهیمی صدای مرا دارین که قطع نشده باشیم باز؟ بله بله صدا شما داریم. مایک هم کار میتن اینا گفتن که مایک کار نمیتن، این با مشکل است اینترنت باشن شاید باشه. مشکل نیست. مسعود نگزاد مایکشان کار نمیتن میتونه چت باکس نوشته کنه. مسعود نگزاد امی چی معنا میته؟ استاد مسعود نگزاد من نمیفهم که شما طب میخوانی ولی این نفر ششم است. 4 چی معنا میته در پولویش؟ دکتر صاحب 4 بهش در معنای ازی است که از کجا هست، از مرجعش. بله فرض مثال اگر بفرمایید. فرض مثال اگر کسی در یک از پانتونا باشه، یک از آتورا باشه، میتونه شماره بده، میتونه شماره 3 باشه، میتونه شماره 4 باشه، نظر به آتور است، اما مرجعی که هست از کدام پانتون یا از کدام کشوری که هست باز شماره میزنه. بله در این قسمت میبینین اینی نفر آخر 14 یعنی 14 شماره خورده، یعنی شماره 14، یعنی اینی نفر آخر که نفر چندم که میشه من نمیفهمی چندم، بیایم میره اگه حساب بکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 نفر. 19 نفر خوب است حسابم کردیم. اولین بار است که در یک سیستماتیک ریویو میتا آنالیز من 19 نفر میبینم، یعنی 19 نفر در این مقاله کار کردن. اینی نفر 19م است ولی که در بالایش بارکودش نمبرش 14 است. یعنی چی؟ یعنی محل اکادمیک اینی نفر اینی 14م است. ببینید اینی است Institute for Physical Activity and Nutrition, School of Exercise Nutrition Science. اینی دیاکن یونیورسیتی ویکتوریا استرالیا، این کلش از استرالیا بوده می مردم ها. فکر کل ما که از افغانستان باشیم از استرالیا ولی پانتونای مختلف بوده.
ببینین یعنی نفر 19 مرجع اکادمیکش کجاست؟ این قسمت انشالله که این موضوعات کاور شده باشه. در این قسمت کدام سوال مانده در این قسمت صفحه اول مقاله که شما هر مقاله را باز بکنید اینمی سوال اول است، پیج اول است و شما اینمی موضوعات را میبینید. کدام سوال مانده براتون؟ بفرمایید استاد مسعود، بفرمایید. دکتر صاحب در قسمت تعداد آتور ماکسیمم چند آتور بوده میتونه؟ چون ما در بخش منیجمنت هستم، همه قدر دیر آرتیکلایی که خواندیم تعداد 64 الی 5 اضافه نبوده. آیا بخش مدیکال فرق داره؟ استاد مسعود گرامی، ما براتون بگویم که اولین بار است که من 19 آتور میبینم در این قسمت، در این سیستماتیک ریویو میتانالایز. معمولا تعداد نویسنده ها 2 نفر و 3 نفر شروع، ما 1 نفر هم ندیدیم. 2 نفر و 3 نفر شروع میشه تا 13 نفر هم خودم دیدیم. البته در فیلدهای مختلف در غیر از طبابت در دیگه فیلد هم تا 13 نفر هم دیدیم، ولیکن 19 نفر هم بار اول است ما تعجب کردم دیدم. حتی ای که یک مقاله سیستماتیک ریویو میتانالایز ما در یک ژورنال روان کردیم 16 نفر بودیم، با ما گفت 2 نفر رندوملی گفت شما دلیت بکنین، گفت ما میخوایم 14 نفر باشه در یک مقاله رو نشر بکنیم دیگه. این حتما اینمی اگر شما این یک تریک است، اگر شما دکتر صاحبای گرامی 19 نفر یا 20 نفر هستین و میخواین کلتون در این مقاله نامتون بره در این ژورنال نشرش بکنین، یک تریک که میگه این ما پیدا کردیم ژورنالی که یک تعداد نویسنده‌های زیاد باشه بازم میپذیره. انالیسیس اف بیهیویرال مدیسین اینی کلید خوشبختی هست. یعنی در او 16 نفر ما در مقاله کار کردیم، 2 نفر مجبور شدیم دلیت بکنیم دیگه چاره نبود دیگه. نظر به این سوال شما دیگه متفاوت می باشه، از 3 نفر شروع تا 13 نفر 15 نفر تا 19 نفر ما شما دیدیم دیگه متفاوت می باشه. بفرمایید اگر دیگه سوال دارین، اگر نه پیش میریم یک 10 دقیقه دیگه هم پیش میریم. ببخشید دکتر صاحب، سوال دیگه هم داشتم در قسمت اورکیت اکاونت. چرا بعضی آتورا اورکیت اکاونت داره و بعضیش نداره و همین آرتیکل شامل اسکوپوس است یا چه رقم؟ اندکسش هم ما بعداً بررسی بکنیم که اندکس در کجاست. اینمی انالیسیس اف بیهیویرال مدیسین که شما در چت جی پی تی پارتین یا شما خودتون در مورد اباوتش برین در این قسمت سرچ بکنید در گوگل ای ژورنال داخل ژورنال شین در اباوتش برین براتون میگه که در کدام دیتابیس ها اندکس در اسکوپوس است، در امبیس است، در پابمید است، در کجا اندکس است، در چند دیتابیس اندکس است. این از اونجا پیدا کردن میتونین راحت است. و در قسمت بعضی نویسنده ها اورکید یا ORCID داره، بعضی ها نداره. ببینید وقتی که ما چندین دانه مقاله را ما در ژورنال ها روان کردم، باز ایمیل های کلگی می باشه، ایمیل های کلگی را درج میکنی کلی نویسنده را، و در هر کدامش یک ایمیل میره که لطفاً شما ORCID تون وصل بکنین، لطفاً شما ORCID تون وصل بکنین. من فکر میکردم که یعنی ما تنها قد توجه نداریم، یعنی این نویسنده ها قدر توجه نکرده، وصل نکرده، یا حتما داره. این تو نیست که یک محقق اینو ببینید. ما در افغانستان شما را درس شروع کردیم، براتون چند کلمه که یاد گرفتم براتون میگم که اولین کاری که شما میکنین اکانت های تون بسازید. یعنی ما یک گپ فهمیدیم کسایی که خیلی مقاله نشر میکنن اونم از کشورهای بین المللی که مثلا پانتونوشان خیلی رنکینگ بالا داره، و مثلا این گپ نمیفهمه که ORCID داشته باشن یا نداشته باشن، میفهمن ولی که چرا وصل نکرده، حتما کدام دلشان نشده یا وقت نکردن، من نمیفهم دیگه. ولی معمولا ایمیل میره، گپ خلاصه ای که ایمیل میره، به این نفر ایمیل رفته که لطفاً ORCID تا وصل کو، ولی وصل نکرده به این شکل. خدا کنه توضیحات ما وقت زیاد نگیره. اگر دیگه سوال در قسمت پیج کل جنجال مقاله که مثلا آدم سردرگم میکنه این پیج اول زیاد است دیگه. اگر شما کدام سوال دیگه دارین در این پیج میشنوم، اگر نه پیش میریم. دکتر ابراهیمی دیگه سوال نیست، در چت باکس هم نیست. نه خیر دکتر صاحب. خب اینا رو ببینین رفیقای گرامی، این 17 صفحه است. من نمیفهم که بالا رو شما متوجه میشین یا نمیشین. پیج 1 اف 17 صفحه است این مقاله. من این تو اسکرول داون هم بکنم، این در قسمت خیلی کلان به من نشون داد. 17 صفحه است. این یک مقاله شامل کدام موضوعات میباشه؟ امیرم میخوایم که امیجا براتون بگویم که یک مقاله شامل چند بخش میباشه.
که همین گپی همین مقاله را کلا همین شو، یعنی یک 10 دقیقه دیگه هم اگه وقت بتین خلاصه میکنیم که یک مقاله شامل چند بخش میباشه. ببینین anatomy of a scientific paper، یعنی اناتومی یک مقاله، یعنی یک ورق یا ورق علمی یا ساینتیفیک پیپر یا آرتیکل یا ریسرچ پیپر، هر چی که شما میگین، اناتومیش چی هست؟ شامل اناتومیش امرات می باشه. ایره یک مخفف ما براتون جور کردیم، این ایش فقط به خاطری که یک صدا تولید بکنه امرات دیگه. اصل موضوعاتش IMRD هست، یعنی یک مقاله شامل اینمی اجزا می باشه و یکم جزایی که دیگه با پسان براتون میگم. فقط اینمی استراکچر شما یاد بکنین. هر کسی هر جای پرسان میکنه که یک مقاله اونمو مقاله ما 17 صفحه است، شامل چند جزء می باشه؟ شامل اینمی 4 جزء می باشه. یک I introductionش می باشه، امرات I introduction، M method، or result D discussion. Says anatomy of a scientific paper اینمی 4 دانه است. کلیر، واضح، هیچ جگه مشکل ندارین در این قسمت. پیش بریم. خب anatomy of a scientific paper ببینین به شکل یک انفوگرافیک ما براتون در این قسمت آوردیم. چند انفوگرافیکه. در اینی بالا چی نشته است؟ امیر تطبیق بکنیم، امیر امراد تطبیق بکنیم. در اینی بالا جورنال نشته است. صحیح؟ ما که پیشتر دیدیم در پس بیارم مقاله را. ببین در قسمت میگن نام ژورنال نشته است، اون در اون بالای مقاله نام ژورنال نشته است. صحیح است؟ در پایینی از اون تایتل میگن نشته است، یایش ذکر نگه تایتل میگن نشته است. صحیح، تایتل داریم. بعد از اون آتوراس میگه این نویسنده هاست. صحیح است، آتورایش است. بعد از اون ابسترکت مقاله میاد. صحیح است. اصل یعنی اناتومی یک مقاله امراد است که اینترودکشن، میتود، ریزالت، دیسکشن می باشه. ایره من حیث یک اصل شما نوشته میکنین، اینترودکشن در مقاله تون نوشته میکنین، میتود نوشته میکنین، ریزالت نوشته میکنین، دیسکشن نوشته میکنین. ولی اگه موضوعات دیگه هم که شما باید نوشته بکنین، یکی از اون ابسترکت است. بریم در این مقاله تطبیقش بکنیم. ببینین بعد از جورنال نه، بعد از جورنال، بعد از تایتل، بعد از آتور، یعنی موضوع بعدی که میای ابسترکت است. ببینید جورنال نیم، تایتل، آتور، ابسترکت. صحیح است؟ ابسترکت یعنی ما در فارسی اگر بگوییم خلاصه و چکیده مقاله را معنا میده. خلاصه و چکیده مقاله. ابسترکت شامل چند جزء می باشه. مثلا ابجکتیو یا اهداف این مطالعه چی بودن؟ یا چی میخواستن؟ هدفشون چی بوده که این مطالعه را انجام دادن؟ و یک موضوع دیگه میتود شامل میشه. امی مقاله با کدام میتود، با کدام روش مثلا انجام شده. بعد از ریزالت یا چی ریزالتی، چی نتیجه به دست آوردن در آخر و آخر هم کنکلوژن. معمولا خلاصه است. معمولا ابسترکت داره اینمی 4 جزء می باشه که اینمی خلاصه و چکیده مقاله را به ما فشرده کشیده به ما میگه. بعد از ابسترکت چی هست؟ این در قسمت اینترودکشن است. صحیح است؟ بیایم ببینیم اینی ابسترکت شد. این حال صفحه بعدی بیایم. این اینجا یک چیز دیگه هم گفته که واقعا مهم نیست، لی سامری در بعضی پیپرها می باشه، در بعضی آنها می باشه، ولی اینترودکشن مهم است. او مهم نبود. اینترودکشن ببینیم بعد از ابسترکت اینترودکشن میاد. ببینید به این شکل اینترودکشن این از این قسمت که شروع شده، از این قسمت شروع شده تا این قسمت. صحیح است؟ بعد از اینترودکشن میتود میاد. ببینید این اینترودکشن که تمام شد، این میتود. یک موضوع دیگر هم بگیم که بازم شما خیر کسایی که میفهمن نور چشم ماست، کسایی که نمیفهمن بازم نور چشم ماست. فقط یک موضوع را بگیم که تکست بوک ها را شما دیدین، تکست بوک های طبی را به این شکل معمولا نوشته می باشه. مثل کتاب های فارسی نیست. این تو نصف یک بغل دست چپ، یعنی صفحه اول گفته، دست راست صفحه دوم به این شکل می باشه. با این آشناستین دیگه. یعنی ادامه از این، یعنی در این قسمت است ادامهش. صحیح است؟ که گفتم گنگس نشین دیگه قسمت. بعد از اینترودکشن میتود میاد، بعد از میتود ریزالت میاد. اینی میتود صحیح بعد از اینترودکشن. بعد از میتود که این از اینجا شروع شده، اینی قسمت هم میتود است. تا این قسمت کلش میتود است. اگه این از اینجا تا اینجا. بعد از اون گفتم ریزالت میاد. صحیح بعد از میتود ریزالت است. که اینی ریزالت است. این از اینجا شروع میشه، باز اینی بالا میره، این قسمت این تو پایین میاد. کلی از یا ریزالت. این ریزالت تا صفحه بعدیم رفته.
یا هم ریزالت است، میبینین کلش ریزالت است، بازم ریزالت، بازم ریزالت، بازم ریزالت. این تو یک قسمت ریزالت است. این ریزالت کارتون خیلی چیزا را بررسی کرده. یک موضوع دیگر هم که براتون بگویم که این جدول چی معنا میده یا چی معنا میده یا رو کلش کاور میکنیم. حالا فعلا فقط یک مقاله را ما براتون تشریح کرده که شامل چند جزء است. این جدولک چی معنا میده، این چی است، یا چه رقم بسازیم، در کجا بسازیم، فورس پلاتا میگه، این فورس پلات چی به درد میخوره، در کجا ساختم، این کلش در جریان اینمی صنف درسی کاور میکنیم. خب خلاصه تا این قسمت ریزالت آمد. اینال بعد از ریزالت چیه؟ دیسکشن است. ببینین این دیسکشن صحیح است. از اینجا شروع شده در این صفحه بریم در پایین. این دیسکشن تو اینجا میدم ای تو این قسمت دیسکشن ما ادامه داره. بعد از دیسکشن چی است؟ کانکلوژن است. این خلاصه کانکلوژن مقاله. خلاصه‌اش ببین نمیره بخونین، شما از این مقاله یک چیزی برداشت بکنید. چی گفته؟ Digital behavioral intervention are as effective as non-digital intervention in reducing cardiovascular risk factors, making both essential components of cardiovascular disease prevention and management. ببینین همون طوری که میگه که دیجیتال بیهیورال اینترونشن ها مهم است در جلوگیری از امراض ریسک فاکتورهای کاردیوواسکولار، همون به مو شکلی که دیجیتال مهم است به مو شکل نان دیجیتال هم خیلی مهم است، کاربرد داره. پس میگه هر دوی ازی میگه خیلی در جلوگیری در پریونشن کاردیوواسکولار دیزیز پریونشن نقشی اساسی داره در منیجمنت. یعنی کانکلوژن کرد. ببینید ابدا صفحه گپ زد آمد در کانکلوژن در چند خط نشته کرد. یعنی کانکلوژن خواهیم مونورا میده. صحیح است. منظور ما سری آناتومی مقاله بود که آناتومی مقاله اساسش اونمو امراد است، اینترودکشن، میتود، ریزالت، دیسکشن و یگان موضوع دیگه که بعد از چی نشته میشه. این حتما شما اسکرین شات هم بگیرید، شاید اسلایدار هم شیر میکنم امرایتون. مثلا اول جورنال نیم است که خود جورنال نشته میکنه، بعد از تایتل است، باز همیشه آتور نمیه، بعد از ابسترکت میه، اینترودکشن، میتود، ریزالت، دیسکشن، کانکلوژن. بازی که در جورنال نیم کدام موضوعات کاور میکنه، چی هست جورنال، چی است آتور، کدام موضوعات به ابسترکت، چی به اینترودکشن، چی از میتود، چی است کدام موضوعات به ریزالت و این میرقم دیگه تا کانکلوژن. ایره باز بخیر سیستم وار شروع میکنیم از یک سر، از امی اول که ابسترکت است از امیجا شروع میکنیم. چه رقم ابسترکت بنویسیم، ابسترکت چی معنا میده، چند بخش داره، اینترودکشن چی معنا میده، چند بخش داره، چه رقم بنویسیم. ایره کلش در اینمی 16 جلسه یا 20 جلسه درسی ما شما کاور میکنیم. به نظرم که بعد درس امشب بس سمیدت اما قدر 18 دقیقه تیرم شده چون ما وصل قطع شده بودیم دیگه. امیدوار هستم که از این جلسه شما دو موضوع را یاد گرفته باشین. یک موضوعی که این مقاله چه رقم خوانده شود، در صفحه اولش کدام موضوعات کاور میشه، و یک موضوع دیگه ای که دارای چند جزء است این مقاله که ما خواندیم امراد است، اینترودکشن، میتود، ریزالت، دیسکشن. این دو موضوع را به صورت عالی شما یاد گرفته باشین. بس است یا ادامه بدیم؟ اگر شما موافق هستین فقط همون سرچ دیتابیس ها رو هم بخوانیم. من میگم که همین سرچ هم خلاص بکنین. خب این حال کل مقاله رو شما فهمیدین خواندنش. خیلی چه رقم مقاله رو دانلود بکنیم، از کجا پیدا بکنیم، چند دیتابیس هست. ایره با پنجشنبه ساعت 8 شب بانیم یا فعلا کاور بکنیم دمی 10 یا 15 دقیقه دیگه. منتظر دوستا هستم که پیش بریم یا توقف بدیم. دکتر صاحب مشکل نداره دکتر صاحب، میتونیم پیش بریم. همه موافق هستن. به نظرم که کل یک ریاکشن میزد که با ما دلجم پیش میرفتیم. دکتر صاحب در قسمت چت یک سوال هم کرده بودم، بعضی آرتیکل ها لیتریچر ریویو داره، او چطور است؟ جدول لیتریچر ریویو داره؟ منظورتان این قسمت است؟ نه خیر، همین قسمت که اینترودکشن داره، بعد از او لیتریچر ریویو است، بعد از او میتودولوژی است، بعد از او با دیسکشن است، بعد از کانکلوژن. ما
ندیدیم لیتریچر ریویو. مثلا من اول سرچ میکنم که چی موضوعات کاور میکنه. مثلا اینترودکشن خو معرفی اینمی کاردیوواسکولار دیزیز است. کاردیوواسکولار دیزیز یک معرفی میکنه که چی است، امراض قلبی. با دیجیتال تولز یک معرفی میکنه، نان دیجیتال تولز معرفی میکنه. یعنی 7 بخش داره در کل اینترودکشن، 7 یا 8 بخش داره که ما شما در جلسات بعدی کاورش میکنیم. مثلا میتود که کدام بخشا را یارم کاور میکنیم. ولی لیتریچر باز ما براتون جواب میدم با ادامه در جلسه بعدی. معمولا امرات میباشه ولی لیتریچر ریویو او یکم چیزای اضافی است، مثل که اینجا لیسامری است، یک چیز اضافی است در هر مقاله شما پیدا کردن نمیتونید. دیگه لیتریچر هم معمولا رقم میبینید که در این مقاله ما نداریم. خب چون تعداد کمتر جوین شدن خوبتر است. ایگه بتونم برای مشکل اینترنتی ایگه بتونم درست است. پنجشنبه ادامه بدیم. درست است. ما شما پنجشنبه ادامه میدیم. یک سوال دیگه است. خب یک خلاصه از اوایل صحبت، ما ویدیو را در یوتیوب آپلود میکنم. ویدیو را آپلود میکنم، ان شاءالله شما استفاده کرده میتونید. اگر سوال نباشه پس جلسه را همینجا تمام میکنیم. سوال نیست. تایم چند بجه است؟ تایم دقیق هر شب درس یکم هر شب درس نداریم. هر شب درس نداریم، فقط شب شنبه ساعت 8 شب و پنج شنبه ساعت 8 شب. البته ما 8 شب قبلا چون 8 بجه خیلی ناوقت بود، حالی 7:30 بجه اذان شام میته. ما شما یک کار میکنیم، امور 8:30 میکنیم تا 8:30 تا 9:30. فقط هفته 2 جلسه، چون دمی روی امتحانات دانشگاه آمده، رئیس ان بی سی صدای ما خلاص شد، حالا سکلار هم کم کم خلاص شد. یک ماه بعد امتحانات فاینال است. از خاطر هفته 2 جلسه می داشته باشیم. هفته 2 جلسه، روز شنبه، روز پنجشنبه ساعت 8:30 میشه. درست است استاد، ممنون، سپاس. بخیر باشین. دیگه سوال نیست؟ ممنونتون، خیلی سلامت، بخیر باشین، وقتتان خوش.